خانم‌ها از 40-50 سالگی به بعد همواره شکایت میکنن از خستگی مزمن، ناتوانی. برای اینکه از 30 سالگی به بعد ما دچار سارکوپنی شدیم. سارکوپنی از دست دادن حجم عضلانی بدن هست که به صورت تدریجی و متداوم اتفاق میفته، برای اینکه تمام اسکلت و بدن ما توسط ماهیچه هامون به حرکت در میاد. استخوان ها نیز حجمشون، اون میزان کلسیم و پروتئینشون از بین میره و باید توسط همین ماده جایگزین بشه. این ماده یک ماده کمک کننده به انرژی و تأمین کننده انرژی بدن هستش. کراتین در بدن، در میتوکندریا، در سلول ها تبدیل به فسفوکراتین میشه و ماده اصلی ATP و انرژی هست در بدن. اگر کسی بخواد ورزش بکنه و حتی ورزش نکنه، از سن 50 سالگی به بعد باید کراتین رو در مصرف روزانه خودش قرار بده.